توی استوری انیمیشنی که هممون واقعا عاشقش بودیم و داره تریلر قسمت پنجم 2 هفته دیگه تقریبا میاد و واقعا من به شخص خودم مشتاق این انیمیشن نیستم چون مرض دارم. حالا ولی شما رو نمیدونم، حتما تو کامنت ها بگین. آقا از این گذشته یه تئوری خیلی خفن دارم که آقا میتونه داستان انیمیشن رو بگه. اینکه آقا اگه یادم باشه داخل انیمیشن سوم یا دوم بودش که یه عالمه عروسا که دیگه از بازلایتیر بودن. خب حالا با این کار نداریم، ولی تئوری اینجا جالب میشه که آقا اون اسباب بازی که داخل قسمت سوم و دوم بودن قرار داخل قسمت پنجم برگردن و شورش کنن داخل شهر، یه جوری هک شدن و اینا و قرار دوستامون رو اذیت بکنن اینا. و تئوری جالبیه کلا. و اینم اضافه بکنم که توی استوری اولین انیمیشن کامپیوتری دنیا بودش. یعنی چی؟ یعنی اولین انیمیشن سه‌بعدی و چطور بگم کامپیوتری بودش و واقعا سازنده های این انیمیشن خیلی شک داشتن که این انیمیشن میگیره یا نه و واقعا گرفت دیگه. نظرتونم تو کامنت ها حتما بگید. این سری ناموسن کامنت خیلی کم میذارید ناموسن. ما داریم زحمت میکشیم، لایک و سابم بکن دیگه تا اینجا اومدی. فدات شم. خداحافظ. قربونت برم. بوس بوس.